سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 4 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مادر 64 ساله دلشاد کراسافچیک با جرم افباشی دستگیر شده است. مرگ پراسرار یکی از متهمان اساسی در کشتار شورت اسمت اللهیف. همش را برداشته بردند. بازپرسی رئیس شهر کولوب و 10 منصبدار دیگر. بازداشت نویسنده شناخته تاجیک عبدالقادر رستم. اپوزیسیون تاجیک این بازداشت را داغ سیاه در تاریخ نامید. برای امضای پروتکل با تاجیکستان بازداشت سیاستمدار قرقیز ادخان مدومعروف. و اکنون تفصیلات خبرها. کارمندان اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 آگوست سال 2023 سوجیده سید مرادووا سال تولدش 1959 مادر دلشاد کراسافچیک یا سید مرادوف یک متهم اساسی در بودن و قتل بانکدار شناخته تاجیک شورت اسمت اللهیف را دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی سوجیده سید مرادووا را با جرم میل افباشی به حبس گرفتند. معلوم نیست که این زن 64 ساله چه میل افباشی کرده است، اما مقامات تاجیکستان بسیار وقت افرادی را که با اتهامات چون میل افباشی یا اطاعت نکردن به امر قانون کارمندان مقامات دستگیر میکنند. بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری برای چنین قانون شکنی‌ها میتوانند شهروندان را تا 15 شبانه روز حبس کنند و این فرصت به مقامات امکان میدهد که گمان بر شونده را در حبس نگاه داشته با او کار کنند. خود دلشاد سید مرادوف که با لقب‌های دلشاد کراسافچیک و دلشاد اسبه معروف است، اخیراً در صحبت با یکی از رهبران اپوزیسیون تاجیک خبر داده است که یکی از شریکان او اکبر احمدوف را در اول ماه آگوست در پی بازداشت مادرش در خوجند وادار کردند که از روسیه به تاجیکستان برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند. اکبر احمدوف در بازداشت به طور اسرارآمیز جان داد و او را روز 3 آگوست در آرامگاه در خوجند به خاک سپردند. به والدانش تاکید کردند که درباره مرگ پسرش با کسی به ویژه با خبرنگاران صحبت نکند. دلشاد کراسافچیک ادعا کرده است که هرچند احمدوف تمام چیزی را که میدانست به مفتشان گفت، بازم او را چنان عذاب و شکنجه دادند که او تاب نآورده جان داده است. تصدیق ادعای شکنجه شدن اکبر احمدوف توسط منابع دیگر امکان ندارد. مقامات تفتیشاتی تا کنون بازداشت و فوت احمدوف را یگان شرح ندادند، اما به نظر می رسد که مقامات حالا از این شیوه یعنی توسط بازداشت مادرش می خواهند دلشاد سید مرادوف را هم که مقامات موضوع را رهبر گروه آدم ربایان می شمارند از پنهانگاهش بیرون و برای به تاجیکستان برگشتن خود را به مقامات تسلیم کردن وادار کنند. بازداشت مادر دلشاد کراسافچیک روز 3 آگوست همگی یک روز بعد ملاقات وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتف در مسکو صورت گرفت. از قبل گفته میشد که ژنرال رحیم‌زاده از جمله برای بررسی مسئله بازداشت و به تاجیکستان سپردن دلشاد سید مرادوف به مسکو رفته است. کلاکولتف در ملاقات با رحیم‌زاده درباره در روسیه بازداشت کردن 2 نفر متهم در کشتار بانکدار تاجیک خبر داد، ولی درباره دلشاد سید مرادوف چیزی نگفت. معلوم نیست که آیا رمضان رحیم‌زاده از همتای روسش در مورد استرداد دلشاد کراسافچیک یگان وعده گرفت است یا نه، ولی بازداشت مادر کراسافچیک بلافاصله بعد بازگشت رحیم‌زاده از مسکو بیانگر اون است که ظاهراً چنین وعده به دست نآمده است. در این مسئله چند مشکل وجود دارد. یکم، دلشاد سید مرادوف شهروندی روسیه را دارد و طبق قانون‌هایش روسیه شهروندش را به کشورهای دیگر نمی‌سپارد، بلکه در قلمرو خودش محاکمه می‌کند. دوم، دلشاد سید مرادوف در اوکراین از طرف روسیه می‌جنگد و حالا بنا به اطلاع دریافتی در یک پایگاه زرخریدان در حدود ولایت دنیسک پنهان شده است. این منطقه است که هرچند روسیه آنها را قلمرو خود اعلام کرده است، ولی در آن سرزمین‌ها حکم قانون هنوز پوره وجود ندارد و قانون‌های جنگ حکم فرماست. دلشاد سید مرادوف بنا به اطلاع دریافتی از یک خانواده ثروتمند و یا به قول دیگری سیر و پر بود. پدری او سال‌های زیاد رهبر کارخانه تاجیک نفت بود. مادرش سوجیده سید مرادووا نیز در گذشته مدیر فروشگاه مرکزی دوشنبه یا تسون بود. شوهر کنونی او در وزارت کارهای داخلی در یک منصب بلند کار می‌کند.
حقوقشناس و منابع رادیو آزادی میگویند پرونده کتاب عبدالخلیل خالقزاده حوادث روزگار من میتواند بیانگر مبارزه پنهانی قدرت در دالانهای حکومت پرزیدنت امام علی رحمان باشد. بازداشت عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا در روز 7 آگوست امسال به برخی از خلاصه های او در کتاب یادداشت‌هایش ربط داده می شود. دادگاه عالی تاجیکستان در پاسخش به رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت نسبت به بازداشت شده روز 11 آگوست با نظر داشته بند 189 کودکس جنایتی پرونده باز و به حبس او همچون چاره پیشگیری اجازه داده شده است. در این بند قانون چنین گفته می شود حرکت هایی که برای برانگیختن کینه عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی یا دینی مذهبی پس زدن شأن و اعتبار نژاد ملی، دینی یا محل، اینچنین ترغیب مخصوصیت و برتری شهروندان از نگاه مناسبت آنها به دین، زبان، منسوبیت به نژاد، ملت یا محل روانه شدند. اگر این کردارها به طور عمومی یا با استفاده از واسطه‌های اخبار عامه یا شبکه‌های علاقه برقی از جمله اینترنت با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال جزا داده می شوند. حبس همچون چاره پیشگیری در حالت‌های به کار برده می شود که در آزادی ماندن عیب‌دار شونده برای جامعه و هم پیشبرد تفتیشات خطرناک باشد. به گفته نزدیکانش عبدالخلیل خالقزاده یک وطن دوست تاجیک است و در فکر فرار از تاجیکستان نبود، ولی مقامات با حبس او پیام دادند که آزاد ماندنش خطر دارد. یک منبع نزدیک به مقامات دادگاه تاجیکستان گفت امکان داشت آزادی خالقزاده بر روند تفتیش تاثیرگذار باشد، زیرا از دوستان نزدیک رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سید مومن یتیموف و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده بود. بند 189 کودکس جنایی جزای محرومیت از آزادی به مدت از 2 تا 5 سال را تنها برای حالت‌های روا می‌بیند که اگر عیب‌دار شونده با وجود تطبیق جزای مأموری برای چنین حقوق ویرانکنی‌ها در دوام 1 سال پس از جزا حرکت‌های خود را برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی یا دینی دوام دهد، در مورد خالقزاده چنین ترکیب جنایی دیده نمی‌شود. دو حقوقشناس به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند چرا پیشگیری یعنی حبس در این پرونده زیادتی است و بند کودکس جنایی نیز به آن رابطه کم دارد. وی در کتابش نمایندگان محلهای گوناگون را تنقید کرده است، همچنین فضای صاحبکاری و تجارتی را در کشور، ولی بنابر ماده 30 کنستیتوسیون تاجیکستان سنزور دولتی و تعقیب برای تنقید منع است. زورآوری پروکراتور هم سنزور دولتی است که قانون اساسی منع کرده است، گفت یکی از حقوقشناسان به رادیو آزادی 31 آگوست. بازداشت شدن نویسنده شناخته عبدالقادر رستم که محرر کتاب بود و هم بارها به بازپرسی دعوت شدن اشخاص دیگری که در چاپ کتاب دست داشتند علامت آن است که داستان کل تاجیکستان یک پرونده مرحلوی و پر سر و صدایی را به میان آوردن می‌خواهد. اما یک منبع نزدیک به سطح بالایی حکومت تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش گفت این احتمال هم وجود دارد که زیرا عباره از جانب گروه شخصان به مصلحت پیشکی دوستان خانوادگی عبدالخلیل خالقزاده، سید مومن یتیموف و رمضان رحیمزاده نیز در مد نظر باشند. خالقزاده در کتابش از این 2 نفر بارها یاد کرده و با نقل چندی از واقعه‌های مهم گفته است که آنها را از همین 2 نفر شنیده از آنها اجازت گرفته است که شنیده‌هایش را چاپ کند. این حالت به دوستان کل تاجیکستان یوسف رحمان فرصت مناسبی را پیش آورده است تا نفوذ 2 چهره کلیدی حکومت و 2 شخص باوری بخش رئیس جمهور امام علی رحمان را هدف قرار دهند. این هم در حالی که کتاب اخیراً بحث داغ را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند میانه‌های ماه ایول در نشست در دستگاه رئیس جمهور یوسف رحمان با اشاره به این بحث فیسبوکی کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی را تنقید کرده از آنها خواست خالقزاده را بازداشت کنند. روی راست با اشاره به یتیموف و رحیمزاده میگوید که نخواهد شما از آدم پشتیبانی کنید که ضد حکومت می نویسد. گفت یک همصحبت رادیو آزادی که شخص نزدیکش
در آن جلسه حضور داشته است. ظاهرا به تلاش‌های یوسف رحمان این بحث از صحیفه‌های فیسبوک به دالان‌های حکومت کوچید و جدی‌تر می‌شود. روز 3 آگوست جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان مقاله عبدالجبار رحمانزاده ادبیات‌شناس و سفیر تاجیکستان در ازبکستان را نشر کرد که کتاب حوادث روزگار من را محکوم کرده است. دیپلمات تاجیک نوشته است که مؤلف باز چند نقل و حکایه و خاطره دوستانش را پی هم نقل کرده به انتقاد ساختارهای قدرتی دولتی مشغول می شود. در کتاب خالقزاده با اشاره به اینکه دوستم رمضان رحیمزاده و سید مومن یتیموف به من گفتند از حرفهای آنها نقل قول کرده است. در جای دیگر از مطلبش رحمانزاده مؤلف کتاب را به تحقیر داستانی کل عیبدار کرده است. خالقزاده در کتابش نوشته است که نفر در پنجکن برای از تفتیش خلاص شدند به داستانی کل پاره کلان داده است. در این جا حکایت کننده داستانی کل را روی راست تحقیر کرده به نام او دوغ می آورد. گفته است رحمانزاده. یک حقوقدان تاجیک روز 31 آگوست به رادیو آزادی گفت سر و صدا در فیسبوک قضیه را مشهور کرد و به داستانی کل دستک داد، ولی در اصل به جای عبدالخلیل خالقزاده می توانست هر کسی نزدیک به قدرتمندان اطراف پرزیدنت باشد. منبع نزدیک به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان می گوید پرزیدنت یتیموف و رحمانزاده را دستان راست و چپ خود می داند. به آنها باور کلان دارد. اما چند سال آخر رئیس این دستگاه و دختر پرزیدنت آزاده رحمان این دو و دیگر وزیران را در حالت وزنین گذاشته است. خانم تلاش دارد هم یتیموف و رحیمزاده و همه وزیران دیگر پیش از آنکه نزد پرزیدنت درآیند همه مسئله ها را با خود او مشورت کنند. پیشتر این خیل نبود، اکنون باید سگلسفت کنند. گفت این منبع. با وجود این به گفته منبع حالا هم بسیار مسئله هایی است که امام علی رحمان تنها با یتیموف و رحیمزاده در میان میگذارد. باوریش به آنها زیاد است، ولی واقعیت نشان میدهد که تاثیر این دو چهره کلیدی در پس منظر رقابت‌ها و راستای انتقال قدرت روبکویش است و داستان کل نیز از آن آگاه بوده. پس از بستن رشته خویشاوندی با امام علی رحمان و با استفاده از پرونده خالقزاده به هجوم گذرد. در همان جلسه دستگاه و با اشاره به چهره‌های کلیدی یوسف رحمان گفته است که چگونه آنها با کسی دوستی و از کسی حمایت میکنند که ضد سیاست پیشوای ملت است. اتفاقا از اتاقهای مفتشان محبس اطلاع میرسد که حالا تفتیشات رابطه خالقزاده را با مخالفان تحقیق میکند و یک سوالی که از او پیوسته پرسیده شده است که چرا از مخالفان پشتیبانی کردند. به گفته منابع رادیو آزادی از خالقزاده همچنین پرسیدند که چرا در مطلبش در فیسبوک نام افرادی را همراه کرده است که در تاجیکستان تحت پیگرد قانونی قرار دارند. اکبر احمدوف یکی از متهمان اساسی در ربودن و کشتار معاون اول رئیس اوریون بانک که اولای ماه آگوست در پی بازداشت مادرش از روسیه برگشته خود را به مقامات سپریده بود، به طور پراسرار در بازداشت جان داده است. بنا به اطلاع دریافته جسد اکبر احمدوف را روز 3 آگوست سال 2023 به نزدیکانش سپریدند و آنها را آگاه کردند که درباره درگذشت او به یگان کس به ویژه به ژورنالیستان چیزی نگویند. جسد اکبر احمدوف را بدون کشودن و به والدانش نشان دادن در داخل تابوت چوبین در یک آرامگاه شهر خوجند به خاک سپاریدند. اکبر احمدوف سال تولدش 1987 6 فرزند داشت و برنامه‌ساز کامپیوتری بود. دلشاد سیدمرادوف معروف به لقب دلشاد اسبه اخیراً با یکی از رهبران مخالفین تاجیک تماس گرفته در صحبت با او خبر مرگ اکبر احمدوف را تصدیق کرده است. به گفته دلشاد اسبه اکبر احمدوف در اول ماه آگوست بعد آنکه مادرش را در تاجیکستان به حبس گرفتند مجبور شد که به تاجیکستان برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند. دلشاد اسبه گفته است هرچند احمدوف تمام چیزی را که میدانست به مفتشان گفت، بازم او را چنان عذاب و شکنجه دادند که تاب نآورده جان داده است. تصدیق ادعای شکنجه شدن اکبر احمدوف توسط منابع دیگر امکان ندارد. مقامات تفتیشاتی تا کنون بازداشت و فوت احمدوف را یگان شرح ندادند. ظاهرا اکبر احمدوف یکی از آن 2 نفر متهم در کشتار شهرت اسمت‌اللهیف است که خبر در روسیه بازداشت شدن آنها را روز 29 آگوست وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلکالتسف در ملاقات با همتای تاجیکش رمضان رحیمزاده بیان داشت.
گفته میشد که رحیمزاده از جمله برای بررسی مسئله بازداشت و به تاجیکستان سپردن دلشاد ازبه به مسکو رفته است، ولی طول روشن نیست که آیا در مسئله دستگیر کردن و به دوشنبه دادن متهم اساسی در این جنایات پرسر و صدا گنرال رحیمزاده از جانب روسیه یگان وعده به دست آورده است یا خیر. شورت اسمتاللویف را که 49 سال داشت و چندین سال آخر معاون اول رئیس اوریون بانک و عملا دست راست رئیس این بانک حسن اسدالله‌زاده بود، شام 23 میلیون از نزد خانه‌اش در مرکز دوشنبه رابوده به یک منزل از پیش به اجاره گرفته شده به دهه شاداب جماعت چهارباغ نوعه ورزو بردند. بعد 7 ساعت شکنجه ساعت 3 شب 24 میلیون اسمتاللویف جان داد. جسد از سوی آدم ربایان به دریای زرافشان پرتافته شورت اسمتاللویف را بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست در حدود جماعت سرزم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کردند و روز 3 آگوست در آرامگاه سر آسیا شهر دوشنبه به خاک سپاریدند. یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد خبر داد که شام جمعه 1 سپتامبر سال 2023 کارمندان دادستانی و امنیت بیش از 10 منصبدار بلندپایه شهر کولوب با شمول رئیس این شهر بختیار نظرزاده و همه معاونانش را با خود به بازپرسی بردند. مقامات تا کنون خبر مورد بازپرسی قرار گرفتن گروه بزرگ منصبداران بلندپایه شهر کولوب را رسما یگان شرح ندادند، ولی منبع بامداد که او هم برای بازپرسی برده شده بود از قبل مفتشان خبر داد که این بازجویی ها گویا با دستور به واسطه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پی نشر یک گزارش تحقیقاتی درباره در قانون شکنی ها از جمله در کروپس دست داشتن شهرداری کنونی کولوب بختیار نظرزاده صورت گرفته است. همه را برداشته بردند، اساساً درباره رئیس شهر بختیار نظرزاده و شرکت و کارخانه های مربوط به خویش و تبار او پرسیدند. مفتش به من گفت گویا خود جناب اولی سفارش دادند که اعمال نظرزاده را موشکافانه بسنجند. نقل کرد امصوبت بامداد به شرط نآوردن نامش. یک منصبدار دیگر از شهر کولوب که نیز بنابر ملاحظه های امنیتی بردن نامش را صلاح ندانست در صحبت به بامداد گفت که خودی او را هنوز بازپرسی نکردند، ولی الکی میانرفت‌های پیدا شدند که به آدمان صاحب وظیفه برای خلاص شدن از این درد سر کمک خود را پیشنهاد کرده ایستادند. شنیدم که از یک رئیس برای اون که به ضدش پرونده نکشایند $20,000 طلب کردند. همصحبتان بامداد در این باره که آیا بر اساس نتیجه های این موج بازپرسی ها کسی بازداشت شده است یا نه اظهار بیخبری کردند. این هم معلوم نیست که این بازپرسی ها آیا در چارچوب یگان پرونده الکی باز شده صورت گرفته است و یا مسئله کشودن یا نکشودن چنین پرونده بر اساس نتیجه های این حرکت های تفتیشاتی بررسی خواهد شد. اما آرزو حمیدیان یکی از معاونان رئیس شهر کولوب که در شبکه‌های اجتماعی فعال است روز شنبه 2 سپتامبر نیز در فیسبوک هم چنان فعال بود و در گروه رسمی شهرداری کولوب 2 مطلب، یک گزارش تلویزیونی درباره کارخانه صنعتی این شهر و یک صورت گزارش درباره عکس تازگی و نرم کردن بیخ درختان در محله های شهر کولوب از جانب اختیاران را نشر کرده است. خبر بازجویی منصبداران بلندپایه کولوب در حالی است که اخیراً رادیوی آزادی گزارش مفصلی را درباره دست داشتن رئیس شهر کولوب بختیار نظرزاده در جنایت‌های کروپسیونی نشر کرد. در این گزارش که روز 29 آگوست سال 2023 با نام رئیس شهر کولوب با قانون‌های خودش کار می‌کند نشر شد، گفته می‌شود که بختیار نظرزاده از منصب به فایده شرکت خودش به نام دلیر که به اسم پسرش دلیر نظرов گذاشته است سوء استفاده می‌کند. پول انداز و برق را نمی‌سپارد. مکتب و خیابان‌ها را به نام نزدیکانش نامگذاری کرده است و از حساب ژورنالیستان گروه سازمان داده است که هر عمل او را در شبکه‌های اجتماعی توصیف کنند. همین طور بنا به گزارش بختیار نظرزاده به شرف پدر عروسش شریف سیدوف که در زمان شوروی گشتینگیری میکرد ولی زیاد شناخته نبود 2 سال باز از حساب شهرداری مسابقه های گشتینگیری دایر میکند و در جاده های شهر کولوب آویزه های به افتخار استاد ورزش شریف سیدوف نصب کردند. ماجرای دیگر مربوط به رئیس شهر کولوب مجسمه دای مادر بود که گفته می شود سیمایش به سیمای مادر بختیار نظرزاده مانند بوده است. پیکرسازان بعداً اعتراف کردند که شهردار کولوب در حقیقت
عکس مادرش را برای ساختمان مجسمه پیشنهاد کرده بود و آنها سیمای مادر را بر اساس همین عکس مادر رئیس شهر ساختند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. عبدالقادر رستم، نویسنده و محقق شناخته تاجیک و مسئول شعبه کادرهای بیمارستان ابن سینا، شام 31 آگوست سال 2023 هنگام بیرون رفتنش از جای کار از جانب کارمندان دادستانی کل تاجیکستان دستگیر شده است. مقامات تا کنون بازداشت عبدالقادر رستم را شرح ندادند، ولی چند کارمند بیمارستان ابن سینا گفتند که چگونه دستگیر شدن عبدالقادر رستم را به چشم خود دیدند. باید با ما بروید، با شما صحبت کردنی اند. گفتن کارمندان مقامات بعد نشان دادن حجتهای خود به استاد عبدالقادر رستم، اون کس هم نیو نیستون نکرده به ماشین آنها نشستند و رفتند. نقل کرد یکی از شاهدان روز 1 سپتامبر سال 2023 در صحبت با پایگاه خبری بامداد، اما نویسنده شناخته را بعد صحبت جواب ندادند. نزدیکانش درباره در کجا و در کدام شرایط قرار دادن او اظهار بیخبری میکنند. مقامات داستانی نیز شرح ندادند که عبدالقادر رستم مشخصاً بچه عربدار می شود. اما حدس اکثر این است که بازداشت او در چارچوب پرونده مدیر بیمارستان ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده صورت گرفته است. خالقزاده روز 7 آگوست سال 2023 در پی بحث گرمی که کتاب خاطره های او با نام حوادث روزگار من برپا کرد، با اتهام برانگیختن کینه و عداوت در زمینه محلگرایی دستگیر شد. روز 1 سپتامبر رادیوی آزادی پاسخ رسمی دادگاه عالی تاجیکستان را نشر کرد که در آن گفته می شود که دادگاه ناحیه سینا روز 11 آگوست امر بازداشت عبدالخلیل خالقزاده را صادر کرد و داستانی ضد او بر پایه ماده 189 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز کرده است. بر اساس عیبنامه اعلام شده عبدالخلیل خالقزاده به آن عیبدار می شود که گویا با گروهی از افراد با مصلحت پیشکی به برانگیختن کینه و عداوت ملی، دینی و محلگرایی مشغول شده است. خالقزاده این اتهام را رد می کند، ولی به او بر اساس قسم دوم ماده 189 از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. عبدالقادر رستم محرر اساسی هر دو کتاب یادداشت‌های عبدالخلیل خالقزاده بود و ماه مارس سال جاری در مراسم روی نمایی کتاب جنجال برانگیخته حوادث روزگار من همراه مؤلف اشتراک داشت. پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 دو حرکت اپوزیسیونی هر دو فعلا در تاجیکستان ممنوع روز 2 سپتامبر سال 2023 با نشر دو اظهارات علیحده بازداشت نویسنده شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را به شدت محکوم کردند. پیمان ملی بازداشت این ادیب روشنفکر را دست درازی به معنویات و فضای ادبی ملت و داغ سیاه دیگر در تاریخ برای نسل آینده نامید و گفت بعد از بازداشت سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق در گذشته از جانب مقامات تاجیکستان، آن نظام خودکامه می‌خواهد فضای ادبی کشور را نیز زیر سانسور شدید قرار داده با این راه زمینه مخشوعی مردم تاجیکستان را فراهم آورد. پیمان ملی از همه بخصوص از اهل ادب فارسی زبانان دعوت کرده است که در این قضیه خود را کنار نگیرند و برای برقراری عدالت صدا بلند کنند. نگذاریم که تقدیر آدم و شعرا سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی به وارثش از پنجرود زمان ما عبدالقادر رستم تکرار شود. نباید داغ سیاه دیگر در تاریخ برای نسل آینده بماند. تاکید شده است در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان. این اشاره مخالفین به زادگاه عبدالقادر رستم است که 1000 سال بعد آدم و شعرا او نیز در پنجرود زادگاه رودکی به دنیا آمده است. گروه 24 در اظهاراتش بازداشت عبدالقادر رستم را ادامه سرکوب و زندانی کردن مخالفان سیاسی حکومت و آزاداندیشان نامیده گفت حکومت بعد از بین بردن مخالفین سیاسی خود به سرکوب مطبوعات آزاد، روزنامه‌نگاران و آزاداندیشان و جامعه شهروندی پرداخت و آنهایی را که خوفناک می‌شمارد برکنار کرد. اینک افزوده است این حرکت اپوزیسیونی نوبت قشر دیگر جامعه، نویسندگان و روشنفکران آزاداندیش رسید. هدف از این نگاه داشتن جامعه در فضای وحشت و ترس، فقر و بینوایی و ادامه دادن به دزدی و غارت کردن مردم و دارایی‌های ملت است. طوری قبلا خبر دادیم
عبدالقادر رستم، نویسنده و محقق شناخته توجک و مسئول شعبه کادرهای بیمارستان ابن سینا، شام 31 آگوست سال 2023 هنگام بیرون رفتنش از جای کار از جانب کارمندان دادستانی کل تاجیکستان دستگیر شد. مقامات تا کنون بازداشت عبدالقادر رستم را شرح ندادند که با چه اتهام دستگیر شده است، ولی چندین کارمند بیمارستان ابن سینا گفتند که چگونه دستگیر شدن عبدالقادر رستم را به چشم خود دیدند. حدس اکثر این است که بازداشت او در چارچوب پرونده مدیر بیمارستان ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده صورت گرفته است. خالقزاده روز 7 آگوست سال 2023 در پی بحث گرمی که کتاب خاطره های او با نام حوادث روزگار من برپا کرد، با اتهام برانگیختن کینه و عداوت در زمینه محلگرایی دستگیر شد. نیروهای ویژه اسپسناز وزارت کارهای داخلی قرقیزستان صبح 2 سپتامبر سال 2023 هنگام سیر و گشت در کوچه‌های بیشکک سیاستمدار سابقه‌دار قرقیز ادخان مادوماروف را دستگیر کردند. هنگام بازداشت مادوماروف در کوچه با پسرش سیر و گشت داشت. بنا به اطلاع رسانه‌های قرقیزستان، مادوماروف را به سرایست تفتیشات وزارت کارهای داخلی این جمهوری بردند، ولی مقامات تا کنون سبب بازداشت او را شرح ندادند. ادخان مادوماروف رهبر فراکسیای بوتون قرقیزستان در پارلمان قرقیزستان و یکی از منتقدان حاکمان امروزه این جمهوری به خصوص پرزیدنت صادر جباروف و یاران نزدیک او رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قمچبک توشیف می باشد. سانحه 22 ایون سال 2023 پارلمان قرقیزستان مادوماروف را از مسئولیت وکیلی محروم کرده برای به جوابگری جنایتی کشاندن او در چارچوب پرونده بیرون رفتن از عهد وکالت هنگام امضای پروتکل مرزی با تاجیکستان در سال 2009 روزی داد. حاکمان کنونی قرقیزستان مادوماروف را به آن ابدار میکنند که سال 2009 به پروتکل امضا گذاشته است که بر اساس آن منطقه باسی چورکوچه قلمرو تاجیکستان اعتراف شده به قرقیزستان برای 49 سال به اجاره داده می شود. مقامات در اول درخواست از مسئولیت وکیلی محروم کردن مادوماروف را به پارلمان با اتهام سنگین یا خیانت به دولت ارائه کردند، ولی بعدا این اتهام به بیرون رفتن از عهد وکالت عوض شد. چورکوچه در مرز دهه خواجه اعلی و اسفره با نویه بودکن قرقیزستان جایگیر شده است و راهو از نویه بودکن به طرف نویه لیلک قرقیزستان و از اسفره به طرف جماعت واروخ تاجیکستان توسط چورکوچه میگذرند. قبلا ادخان مادوماروف از امضایش در پروتکل سال 2009 حمایت کرد و گفت محض به شرافت همین پروتکل امروز تمام ماشین‌هایی که از سولکوتا برا میبرایند بدون ممنوعیت به دیگر قسمت‌های قرقیزستان از جمله به بیشکک حرکت میکنند. مادوماروف گفت امضای پروتکل در همان شب و روز درست بود، ولی از بس که پارلمان آن را تصویب نکرده است پروتکل سال 2009 دیگر یگان قوه قانونی ندارد. اما پرزیدنت صادر جباروف و رئیس کمیته امنیت قرقیزستان قمچبک توشیف چندین بار مادوماروف را به صرف نظر کردن منفعت‌های ملی ابدار کرده میگفتند که جانب تاجیکستان در مذاکرات بعد در مسئله مرزی همین پروتکل امضا کرده مادوماروف را دستک میکنند. از جمله جباروف ماه اکتبر سال 2022 در نشست خبریش گفت 3 مارس سال 2009 ادخان مادوماروف که اون وقت کاتب شورای امنیت این کشور بود به پروتکل امضا گذاشت که حالا جانب تاجیکستان بر اساس همون پروتکل به حدود چورکو یک قطعه باسی در مرز دو کشور دعوا دارد. پرزیدنت قرقیزستان بعد ماه نوامبر سال 2022 گفت که گویا تاجیکستان راضی شده است که منطقه باسی چورکوچه در مرز دو کشور منطقه بی‌طرف اعلام کرده شود، ولی دوشنبه تا کنون این اظهارات جباروف را شرح نداده است. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های باسی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در 2 سال آخر 2021-2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. کارمندان برجخانه و گمرک فرودگاه دیلی نو پایتخت هندوستان از 2 مسافر پرواز دوشنبه دیلی 5.5 کیلو طلا دریافت و مصادره کردند. در این باره روز 2 سپتامبر سال 2023
در صحیفه‌اش در شبکه ایکس سابق توییتر با نشر عکس چندین خشت طلا، باشخانه فرودگاه و دیگر نقطه‌های گمرک دیلی خبر داد. باشخانه دیلی در اطلاعش گفت در نتیجه تفتیش موشکافانه و تشخیص مسافران، کارمندان باشخانه از یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیکستان که به دیلی نو از دوشنبه آمده بودند 5 کیلو و 488 گرم طلا دریافت و مصادره کردند. ارزش این بار یافت شده 273 لک روپیه هندی را تشکیل می‌دهد. هر دو مسافر به حبس گرفته شدند و تفتیش این قضیه ادامه دارد. 273 لک روپیه هندی برابر تقریباً 330,000 دلار آمریکایی است. تفصیلات دیگر این قضیه و کی دستگیر شدن آن دو مسافر از دوشنبه به هندوستان سفر کرده گفته نشده است، اما شرکت هواپیمایی سامون ایر هر روز دوشنبه و پنجشنبه از دوشنبه به دیلی نو پرواز میکند و آخرین پروازش روز 31 آگوست سال 2023 صورت گرفته بود. معلوم نیست که این دو قاچاقبر چنین مقدار بزرگ طلا را از فرودگاه دوشنبه چگونه گذرانیدند، ولی یقینا چنین کار به همدستی کارمندان فسادزده باجخانه و دیگر ساختارهای فرودگاه پایتخت تاجیکستان تقریبا ناممکن است. سال 2021 در تاجیکستان 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق بیش از 90 کیلو طلا و میلیون‌ها دلار و یورو و دیگر اسعار خارجی از افغانستان به تاجیکستان و از تاجیکستان به دبی و استانبول به مهلتی از 2 تا 5 سال محکوم به زندان کرده بودند. این نخستین مورد با اتهام قاچاق در فرودگاه دیلی به دست افتادن شهروندان تاجیکستان نیست. باشخانه دیلی 21 ایول سال 2023 خبر داده بود که 3 شهروند تاجیکستان که از فرودگاه پایتخت هندوستان عزم سفر استانبول را داشتند مبلغ بزرگ ارز خارجی 720,000 دلار آمریکایی و 664,000 یورو را دریافت و مصادره کردند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.